به نام خداوند حق، عدالت و آزادی. 18 سنبله روز شهادت قهرمان ملی افغانستان و هفته شهادت تسلیت باد. ما باور داریم که طالبان دشمن مشترک همه ماست. طالبان احمدشاه مسعود قهرمان ملی را در 18 سنبله 1380 توسط دو مهاجم انتحاری عرب شهید ساختند. شهید عبدالعلی مزاری را در 22 اوت 1373 پس از شکنجه زیاد شهید ساختند. شهید برهان الدین ربانی را در 20 سپتامبر سال 2011 توسط حمله انتحاری شهید کردند. شهید جنرال رازق فرمانده مقتدر در جنوب افغانستان را در 18 اکتبر 2018 شهید کردند. نجیب الله احمدزی رئیس جمهور پیشین افغانستان را 31 سال قبل در 5 میزان سال 1375 شهید کردند. طالبان اصلاح پذیر نیستند و باید روی بدیل حاکمیت استبدادی طالبان که حکومت مردم سالار و غیر متمرکز است تلاش صورت گیرد. ما نباید فراموش کنیم که ایجاد حکومت مردم سالار و غیر متمرکز که تامین کننده عدالت اجتماعی باشد آرزوی بزرگان و شهدای ما بوده است و برای آن حتی جانهای شیرینشان را از دست دادند. حق، عدالت، آزادی.